سرقت بزرگ، آلبوم آخر خانم هستی. جان حقیقتش من خواب بودم ساعت 11 صبح یک روزی که روزش یادم نیست، دیدم دوستان تونتون همشون آدمایی که خیلی نزدیک هم نیستن دارن زنگ میزنن به من که مریم تبریک میگی. من دیدم نه تولدمه، نه عیده، نه ولنتاینه، مثلا نه اتفاق خاص، چرا به من تبریک میگی؟ آلبوم هستی منتشر شد. به یکیشون گفتم خب به من چه ارتباطی داره؟ میگم چون من صبح میخوابم، بعد ساعت 10 11 بیدار میشم، بعد دیگه انقدر تبریک و اینا گفتم. به یکیشون دیگه گفتم به من چه ارتباطی داره واقعا آلبومت؟ همش ترانه‌های توئه. این میرسیم به سرقت بزرگ و لطف آقای شادمهر عقیلی. آها، اون آلبوم که آقای شادمهر ساختن. بله. همه ترانه‌های شماست، اسم شما رو نوشتن؟ به جز دوتا. یه اسم کیو نوشتن من واقعا نمیدونم، چون بعضی سایت‌ها رو سرچ می‌کنیم، من آلبوم اورجینال واقعا نداشتم، ندیدم. بعضی سایت‌ها رو سرچ می‌کنم می‌بینم که اسم منه، بعضیا می‌بینم نیست، نمیدونم. من آلبوم اورجینال رو ندیدم حقیقتش. آها، یعنی مراقب گلدون اطلسی باش مال شما؟ بله. کسی که چشماش یک کمی روشنه. بله. من هنوز چیزی نگفتم که تو طاقتت تموم شد. طاقت. و خیلیای دیگه. همه اینجا به نظر شما اسم این سرقت بزرگ نیست؟ یعنی اسم درستی استفاده نکردم. چرا؟ خیلی یه آلبوم ازتون دزدیدن؟ البته میگم منهای دوتا ترانه‌اش که مال من نیست. شما با آقای شادمهر که کار کردین اصلا؟ ما با هم قریب. نه یه آبانی بلاک راه قرش نیست. آها، یا میکشه نه یا ول. سکوت هم. نه بقیه‌شو. اولین جاییه که من دارم اسم ایشونو بعد از اینکه شما سرچ کنین ببینید چند سال از این اتفاق میگذره، واقعا اولین جاییه که من دارم اسم ایشونو ذکر میکنم. اونم دلیل داره. دلیلشو میگی؟ دلیلش این که کسی که خیلی دوستش دارم به من گفتش که امروز تو مصاحبت دیگه اسم بیار. منم گفتم چشم. به همین سادگی. آقای میم؟ بله.